با سر قدرت آمدن حرکت طالبان که در فهرست گروه های تروریستی شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار دارد. روند به این هم مرکب گیاسیاسی منطقه را باز هم پیچیده کرده است. از سوی حرکت طالبان اجرا نگردیدن وعده های قبلیشان آید به تشکیل حکومت فراگیر همه شمول با اشتراک وسیع نیروهای سیاسی و قومی افغانستان باعث نگرانی جدی گردیده است. تاجیکستان همه گونه بیقانونی، ظهورات کشتار و غارتگری و ظلم و تعقیب را علیه مردم افغانستان قطعاً محکوم می نماید. ولی بر این باوریم که برای حل مناسب مشکلات سیاسی و امنیتی کشور همسایه باید حکومت فراگیر توسط انتخابات و اراده مردم این کشور با اشتراک نمایندگان همه گروه های سیاسی و اقلیت های ملی و قومی تشکیل کرده شود. همین ترتیب ضرور می‌دانیم که ساخت دولتداری در آن کشور از راه رای پرسی و با در نظر داشت موقع تمام شهروندان کشور معین کرده شود. این بعد نیز در این موقع خویش استوار خواهید